در صحیح مسلم از حدیث ابو هریره رضی الله عنه آمده است که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که من سلک طریقا یلتمس فیه علما سهل الله له به طریقا الی الجنه. کسی که یک راهی را طی میکند که در آن راه علم آموزد، الله تعالی برای آن بنده راه جنت را آسان میکند. راههای جنت بسیار است، دور هست، پرمشقت است، لیکن نزدیکترین راه و آسانترین راه به جنت به واسطه راه طلب علم است. اگر چند انسان در یک شبانه روز 1 ساعت برای طلب علم وقت جدا کند، از لعنت بیرون میبراید، چون طالب علم میشود. از همه آسانترین این 4 نفر طالب علم شدن. اما امروز ببینید که بعضا حالت ها میشود که مردم برای شنیدن پند و نصیحت ها و شنیدن بعض حدیث ها جدا کردن 15 دقیقه وقت خودشان را قیمت می شمارند. اما چنانکه که شما این لحظه ها معلومات دادید، راه نزدیکترین برای داخل شدن به جنت الله تعالی از همه راه آسان بوده است و طلب علم بوده است.